салом бинандагони азиз, барномаи Ахбори Озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдиматон мешавад. Ман Шалои Гулхоҷа бо шумо ҳастам. Нахуст ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 10 декабр таваҷҷӯҳ кунед. баъди соатҳои тӯлонии гуруснагӣ ва интизори садҳо мусофирони ҳавопаймоҳои чартерии ширкати Somon Air ба Душанбе расиданд. Сол дар Хуҷанд муфромадем, сабабе ки ягон чизаш кор накард, бояд ба ҳамон хотир ягон хел мекардам ки мардума гурусна намемонанд онҷо. дар рӯзи ҷаҳонии ҳимоят аз ҳуқуқи башар дар вилояти Нангарҳор як зани хабарнигорро ба қатл расонданд. ва манъи таҷлил дастаҷамъии соли нав тоҷирони вилояти Суғдро дар вазъи ногувор қарор додааст. шурӯъ мекунам аз хабари дигар. додгоҳи вилояти Хатлон назокатхон Тоир ва занеро ки 4 кӯдаки ноболиғашро кушт ба 25 соли зиндон маҳкум кард. ҳукми ин сокини ноҳияи Кӯшониён ҳамин чанд лаҳза пеш эълон шуд. қатли 4 кӯдак аз сӯи маҳкумшуда рӯзи 9 сентябри имсол рух дод. дар изҳороти вазорати корҳои дохилӣ гуфта мешавад ки сокини 30-солаи ноҳияи Кӯшониён дар манзили истиқоматиаш бо бераҳмии махсус фарзандони 9, 8, 6 ва 1 солаи худро пай дар пай бо роҳи бастани дасту пой ва дар сарашон пӯшонидани целлофан боғӣ кардааст. садҳо мусофироне ки аз Русия ба пойтахти Тоҷикистон сафар доштанд натавонистанд дар соати муайяншуда ба макон бирасанд. ҳавои номусоиди шаби гузашта барои ба фурудгоҳи Душанбе нишастани ҳавопаймоҳои чартерии ширкати Somon Air монеа шуд. ҳавопаймоҳо баъди нишасти изтирорӣ дар Хуҷанд нисфи рӯзи имрӯз ба Душанбе парвоз намуданд. Молораҷаб Юсуфӣ ва афсонаи Акобиршо имкон ёфтанд ки бо мусофирон суҳбат кунанд. این گروه مسافران بعد از 13 ساعت پرواز به دوشنبه رسیدند. آنها از شهرهای مسکو، سورگوت و نوسیبیرسک آمدند. تومن قفز بر فراز پایتخت تاجیکستان امکان نداد 3 هواپیمای شرکت سامان ایر سری وقت به فرودگاه دوشنبه رسند. هواپیماها مجبور شدند به خوجند روند و قریب 10 ساعت آنجا منتظر بودند. مسافران از خدمت رسانی شرکت سامان ایر ناراضگی میکنند. ما خوجند بفرمادیم 9 ساعت خوجند بستودیم. 9 ساعت؟ در همین 9 ساعت ادرم هواپیما نبرآمدید بیرون؟ نه برآمدیم چقدر درآمدیم. چی دادن خوراک؟ هیچی ندادن. هیچی ندادن؟ نه. گوشه نموندیم بعد از 9 ساعت. خب ما گوشه نموندیم، بچه‌ها یاش بود، کودکا بود گوشه نموندن. حتی یک تابلت که تیگونم تابلت که نیست، چای گرم هیچی نیست گفتن. نگفتید یگان چی بیارید؟ بیارید گفتیم نیست چی نداریم گفتن. هیچی نداره؟ هر نباشه سرتید ما ریم خانم با اینجا خوجند بریم میگه نه سر دادم هم حقمون نیست، پریدم هم حقمون نیست گفتن. در عموم با 3 پرواز از شهرهای روسیه حدود 500 نفر به دوشنبه رسیدند. برخی آنها گفتند برای چنین حالتها باید شرکت‌های هواپیمایی سوغورته داشته باشند. خیلی خدمت رسانیشون وقتش نبود، یگان شرایط نداشت. لیکن باید استراخوف авиакомпания Somon باید داشته باشه که یگان خیلی باید مردم دستگیری کنه، یاردم کنه، مثلا در این حالت‌های سیتواسیون ای باید یگان گپ خبر باشه، یگان تامین کنه. مثلا در خوجند مفروماده سببی که یگان چیزش کار نکرد، باید به همون خاطر یگان خیلی میکردن که مردم گرسنه نمیموندن اونجا. خیلی کمیاد گامبورگ خودو کم خالی نه اکو خالی ما نمیخوریم. چخیلی کلماسه دارم. همون خوراک گرم نیست. نه یگام چی خیلی چیزو نبود. نه همون راستی تو همین جهاز. تو همین جرا یگام چی دادگی نیست. فقط یک ساندویچ. یا همون باید تمام. یک آبی. گفتم ایرپورت خوجند کار نمیکنه. تیمون رفته سردن. شرکت یگان چی نداد خوره؟ نه داشتن یگام چی. شکایت مسافران در حال است که مسئولین شرکت سامان ایر دیگر چیز میگویند. خورد و خوراک هم از درون سمالات بود. اگر امکانیتی اگر یعنی شرایطی اگر فرودگاه اگر میشد برای وای جای پیشا مسافرها همونجا خوراک همونجا خوراک تامین میکردیم. عین زمان میان تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل میکنند. بسیاری مهاجران از نرخ‌های بلند این پروازها شکایت میکنند که در قیاس به همسایه کشورها گران است. از جمله اگر نرخ چپتای پرواز از روسیه به قرقیزستان تا 20,000 روبل باشد، به تاجیکستان تا 37-38,000 روبل روسیه است. شرکت سامان ایر هر روز از شهرهای روسیه 5 پرواز به دوشنبه انجام می‌دهد. 3 شرکت روسیه، اورالسکی اویالینی، یوتر و ازور ایر از تاجیکستان به روسیه مسافر میبرند. مولارجب یوسفی، افسانه اکابرشا، آزادی، دوشنبه.
رو می‌رویم با موضوعهای دیگر. در ولایت ننگرهار افغانستان یک خبرنگاری زن و راننده‌اش رو به قتل رسوندند. ملولا میوند برنده تلویزیون اینیکوس رو که با راننده‌اش با ماشین به کار می‌رفته است، حملگران صبح امروز با ضربه تیری تفنگ کشتند. حادثه در شهر جلال آباد رخ داده است. ملولا میوند 8 سال باز در این تلویزیون کار می‌کرده است. او از جمله خبرنگارانی بود که برای حمایت از حقوق زنان و کودکان بیشتر توجه می‌کرد. هیچ کسی و یا گروهی مسئولیت قتل را بر عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این گروه در قتل ملولا میوند دست ندارد. از این پیش الیاس دویی خبرنگاری رادیوی آزادی در ننگرهار را نیز با نصب بمب مگنیتی در ماشینش کشته بودند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. تاجیرانی مالهای صالینوی در شمال تاجیکستان میگویند به فرق از سالهای پیش بازارشان سرد شده است. آخر ماه نوامبر استاد جمهوری مبارزه با کووید 19 با هدف پیشگیری از بیماری همگیر برگزاری چهاربینی‌های عمومی و نشست و شب نشینی‌های صالینوی را منع کرد. سوداگران در صحبت با فرزان محمدی گفتند با این دلیل ارمغان و آرایشات جشنی آورده آنها کم خریدار شده است. صدها ارچه صالینوی، آرایش و ارمغان عنعنوی این عید در فروشگاه‌های شهر خوجند بی خریدار ماندند، در حالی که یک سال پیش در همین روز بازار این متاع گرم بود و فروشندگان می‌دانستند که باری وارد کردهشان بازارگیر است. روز یکشنبه سر کردیم بارگشایی و این سال هر سال دیده کلینت در حالی من بارو شده داشتیم حالی خریدارش کم. اصلا همین دیت تو مکتبا میگرفت اترینیک با حاضر کنه اترینیک نیست و نه حالی اکون پستاشکاشون نیست. به خریدار ماندن این مال تاجران را وادار کرده است که در آوردن بسته‌های نوی آن شتاب نکنند. سال‌های گذشته ناز می‌فروختیم، امسال حالی امروز یک کنتور می‌فروختیم ارچی خودش دیگه. هم بازجا خرساسیان برای خانه‌شون. فروشندگان میگویند منع شدن جشنگیری عمومی سال نو میلادی بازار ارچه و ارمغان ایدانه را کساد کرد. در گذشته حکومت‌های محلی کارخانه و مؤسسه و مکتب و باغچه‌ها برای برگزاری عید از بودجه مبلغ می‌گرفتند. امسال تجلیل برای پیشگیری از سرایت بیماری کووید 19 رسما منع شد. تا حال کاربران تجلیل با شکوه و پر ازدحام نوروز را در ماه مارس همچون بی احتیاطی در عهد کرونا ویروس تنقید میکنند. ولی ایده از فروشندگان بر اینند که ساکنان به تجلیل سال نو میلادی عادت کردند و محیط ایدانه را از کارخانه و تشکیلات به خانه هایشان میکوچانند. بچه‌ها سالی نو هر سال پایده میشینند کو برای بچه‌ها خوابه میکنن خریداری میکنن خانه‌شون نفرمینی که در خرسند شود این بچه‌ها گفته میکنن دیگه جذب نیست. جشنگیری سال نو میلادی امسال با ستاد جمهوری ضد همهگیری کووید 19 در سراسر تاجیکستان منع شده است. تا حالا در کشور 12551 مورد سرایت به قید گرفته شده، 88 نفر فوتیدند و 11968 نفر شفا یافتند. ولی کارشناسان و فهرست‌های نشر شده این آمار رسمی را زیر شبهه می‌گذارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. برنامه خبری رو ادامه میدیم. هر سال در قطار دیگر کشورها در تاجیکستان هم 10 دکبر چون روز جهانی حقوق انسان تجلیل می شود و در شرایطی که همواره از پایمال شدن حقوق شهروندان، شکنجه در مؤسسه‌های اصلاحی و قسم‌های نظامی شکایت ها به گوش می رسد. در این برابر سالهای اخیر چند وکیل دفاع که از حق مخالفان دولت حمایت و یا حکومت را آشکارا تنقید کردند پس پنجره رفتند. اما هنوز حامیان حقوقی هستند که میگویند در چنین شرایطی سخت رسالت کسبی خود را اجرا و ادامه میدهند. یکی از آنها مصاحبه سرنوزی روح‌الله و شهلای عبدالله است. دلربا از حامیان حقوقی است که سالانه به سازمان او صدها کار افتاده برای مشورت حقوقی مراجعت میکنند. کار سازمان زیر رهبری دلربا با این ختم نمی شود. او و همکارانش از حق سربازان جبر دیده در ارتش دفاع میکنند. قریب که همه آنها از تفتیشات میگذارند تا سود میروند، از سود هم حکم میگیرند. لیکن یک چیز ما به تشویش می آورد که نه همه وقت افسران
آن افسرانی که باید که همین مناسبت ها را پیشگیری میکردند یا اینکه شرایط فراهم آوردن به حرکتی که همین جنایت صادر شد به جوابگیری کشیده میشوند، به جوابگیری داخل دار. دلربا اقرار میکند که سالهای اخیر کاری حامیان حقوق در تاجیکستان آسان نیست، اما با باور او این بهانه برای کنار رفتن از رسالت کسبی نیست. بیشتر تا گذراندن ریفرم ما زیاده از 2500 ادوکات داشتیم، حالا تقریبا از 800 تا 900 هستند که در بعضی نایات و ادوکات ها دیده نمیشوند. یعنی شهروندان به سود به حمایتچی میروند و از حقوق خود برخوردار نیستند. دیگر نمودی مشکلین البته یعنی یک دیگر فهمی کم شده است، از این جهت فشار هم می شود. تاجیکستان با چنین اتستاتسیا زیر تنقید سخت سازمان‌های حامی حقوق قرار گرفت که گفتند مقامات با همین بهانه خواستند از وکیلان دیگراندیش خلاص شوند. چند وکیل دفاع که از حق مخالفان دولت حمایت می‌کردند یا حکومت را آشکارا تنقید کردند پس پنجره رفتند و برخی دیگر کشور را ترک کردند. سازمان آزادی‌های شهروندی که رهبری آن را دلربا به دوش دارد فعالیت خود را ادامه می‌دهد. مثلا اگر پرونده جنایتی نسبتی یا این گمانبر شده اگر مثلا برای صادر کردن جنایتی دزدی گمانبر شده باشد لیکن نسبتی و شکنجه اگر تطبیق شده باشد البته خیلی پرونده ها آسان تر هستند، لیکن اگر وقتی که ادوکات نفرانی که گمانبر شونده تروریسم، اکستریمیسم یا آن حرکت های سیاسی بررسی کند اگر علاقه مقامات به نسبت این ادوکات ها یک مناسبت منفی دارند، فشار می آورند و همون ادوکات را در دستگیری کردن همین حرکت های غیر قانونی تروریسم، اکستریمیسم و دیگر حزب‌ها شامل سابیده گمانبر میکنن، گناهگار میکنن که شما دستگیری میکنید همین پرونده ها رو. دلربا از کمرنگ شدن همکاری مقامات با سازمان‌های حقوق انسان اظهار نگرانی میکند. با گفته او حالا حتی دانشجویان رشته‌های حقوق شناسی به موضوع حقوق بشر چندان توجه ندارند. اگر مقصد از دور کردن حقوق انسان از دانشجویان باشد اگر البته آنها به مقصد خود میرسند، لیکن من فکر میکنم که دانشگاه ها باید که منفعت دانشجویان و منفعت خلق را به نظر گرفته شرایط برای شناسایی با حقوق انسان، شرایط با همکاری با تشکیلات های جمعیتی فراهم آورند. همین گونه روز جهانی حقوق بشر در تاجیکستان در چنین شرایط تجلیل می شود و چندین وکیل و حامی حقوق از جمله آنها بزرگ مهریاروف و نوریدین محکموف این روز را پس پنجره تجلیل می کنند. ولی این حرفها هم هست که برخی از سازمان‌های حامی حقوق بشر در تاجیکستان که با مبلغ‌های بلاعوض سازمان‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند نه همیشه آماده کمک به کار افتاده‌ها هستند و گاهی دیگر صدای آنها برای دفاع از حقوق انسان شنیده نمی‌شود. برخی دیگر از این حامیان حقوق از شرکت در بررسی پرونده‌های پرسر و صدا خودداری می‌کنند که بی‌جسارتی آنها را به نمایش می‌گذارد. و دهها کارگر شرکت نوریستان تکس گروپ که در ساختمان کارخانه گاز ازبکستان GTL در ولایت قشقادری ازبکستان شرکت دارند اعلام کارپرتویی کردند. به گفته کارگران 2 ماه است که معاش نمیگیرند. این در حالی است که روز 21 اکتبر کارگران شرکت اینتر انجینیرینگ که در ساختمان کارخانه ازبکستان GTL شرکت داشتند کارپرتویی کردند. کارپرتویی به بی‌ترتیبی پیچیده برای خاموش کردن بی‌ترتیبی ها از نیروهای ویژه مقامات قدرتی ازبکستان هم کار گرفته شده بود. بینندگان عزیز برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر از یکایک شما برای همراهی. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشه. شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. تا ملاقات فردا که خبرهای نو پیشنهاد شما میشود خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان عزیزان.